سلام دوستان عزیز، سنوشین. امیدوارم که 13 بدر خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته بشین و که از شنبه دوباره روز از نوروزی از نو همه در بدر حیرون و اندرخم یک کوچه تنگ تو. باز روز از نو روزی از نو، عیدم آمد تموم شد. ما هم تک تنها آمدم همی جایی که زندگی میکنم تنهایی آمدم از محل خودم آمدم تو یک شهر دیگه ای که خیلی دوره، 24-5 ساعت فاصله تو شهر خودم. آمدم همینجا یکی زندگی میکنم خودم با خودم و خدای خودم. امروز آمدم گفتم بیام اینجا همین گوسفندا، اینجا یک گله ای هست پایین تر از خانم. نمیدونم شانس و حکمت ما چیه که تقدیر ما چجوری نوشته شده که هر جا مرم همش یا بیابونه یا کوکمره. تازگی به درک رسیدم که واقعا خدا خیلی ما رو دوست داره. خدا کسایی رو که خیلی دوست داره تو تنهایی قرارش آمده. سعی کنین اگه تو شرایط ما خیلی سخته. نمیخوام خدای نکرده حال روز تا رو خراب کنم به حرفام. نه، ما فاز منفی هیچ وقت نمودم، هیچ وقت منفی صحبت نمیکنم. همیشه از این بچگی یاد گرفتم هیچ چی که نداشته باشم همیشه یک سر امید برای خودم دارم. و یک سر امیده همیشه یک گوشه کنار جاسازش میکنم. و یک خوبی هم که دارم تنها خور نیستم. همیشه سعی کردم همون چیزی که دارم را با بقیه بخورم. همیشه از این بچگی یاد گرفتم تنها در بیارم ولی تنها نخورم. چیزی که دارم به همه مدام، وقتی که ندارم از کسی طلب نمیکنم جز خدا، فقط خدا.